سلام هموطنان و همزبانان عزیز، امیدوار هستم که هر جایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشید. شما را خوش آمدید میگم روی کانال افغان آنلاین اکادمی. من نجیب الله فرخاری برادر کوچک شما بار دیگر در خدمت شما با یک آموزشی ویدیو زبان آلمانی هستم. از آنم یک جهان سپاس که ویدیوی من را لایک میکنید و مرا مورد تشویق و تحسین قرار میدهید. جهان سپاس. این کار شما باعث میشه که من دیگه هم انرژی بگیرم و احساس تنهایی نکنم و فکر بکنم که زحماتی که من میکشم حداقل برای تعدادی از دوستان مفید واقع میشه. عزیزانم، باز هم اینها را من در قسمت ویدیوی شاد گذاشته بودم. یک بار دیگر باز هم در اینجا برای شما من نورمال اینها را در حالت نوناتیف، آکوزاتیف و داتیف این اسامی را من با بررسی میگیرم. امیدوار هستم که تا آخر ویدیو منو همراهی بکنید و همچنان مثل همیشه ویدیو را لایک بزنید. از این طریق میتوانید که به من هم کمک کرده باشین. خب عزیزانم، دی شتات در حالت نومناتیفی، شهر در حالت اکوزاتیفی اندی شتات و آرتیکل هایی که اسامی که آرتیکل دی دارن، آرتیکل مؤنث دارن، اینها و همچنان آرتیکل دست در حالت نومناتیف اکوزاتیف در یک شکل هستن، اما در حالت داتیفی دی به دیه تبدیل میشه و همچنان آرتیکل دست مانند مذکر دم میگیره. مذکر و خنثی در حالت داتیفی دم میشن، فقط صرف مؤنث است که دیا میشود. خب مثال اندیا شتات در شهر، گفتیم شهر دی شتات، اندی شتات به شهر، اندیا شتات در شهر. دیا پارک، پارک، اندن پارک با پارک در حالت اکوزاتیفی آرتیکل دیا با دن تبدیل میشه. اندن پارک با پارک و در حالت داتیفی دم، اندم پارک یا این پارک در پارک. داس کینو سینما، این داس کینو با سینما، اندم کینو در سینما. داس غستاوغاند رستوران، این غستاوغاند به یک رستوران، اندم غستاوغاند در رستوران. داس موزیم، موزیم یا موزه، این داس موزیم به موزیم، اندم موزیم در موزیم. دی شوله مکتب، اندی شوله به مکتب، اندی شوله در مکتب. داس گشفت فروشگاه، این داس گشفت به فروشگاه، اندم گشفت در فروشگاه. دی بیبلیوتک کتابخانه، اندی بیبلیوتک به کتابخانه، اندیا بیبلیوتک در کتابخانه. داس کافه، کافه، این کافه به یک کافه، کافه جایی که کافی انسان می نوشه، مثلا از این کافی هایی که کاپیچونو و اکسپرس هر چیزی که باشه. اوکی، اندم کافه در کافه. داس هتل در هتل، این داس هتل به هتل، اندم هتل در هتل. خب عزیزانم، و در قسمت بعدی ویدیوی بعدی من حتما برای شما مثال ها میارم و امیدوار هستم که تا این دم برای شما همچنان باز هم یک ریویو تکرار شده باشه و شما هم یک چیزی را باز هم دوباره در ذهن شما القا شده باشه و مثبت باقی شده باشه. تا با ویدیو بعدی شما را بالای یک تا مهربان میسپارم. امیدوار هستم که هر جای هستین باز هم صحت و سلامت و در لباس عافیت به سر ببرید. چوس.